الرحمن الرحیم. الحمدلله و الصلاة و السلام علی رسول الله، اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم عزیزان من. یک چند سوال ها نزد ما انشاءالله وجود دارد. ما حرکت میکنیم با سوال ما جواب دهیم. یک برادر نستیم درباره انشاءالله لواطه، یعنی مرد به مرد علاقه کردن چی گناه دارد، انشاءالله چی عذاب دارد، انشاءالله قدر امکان بس هم شما عزیزان انشاءالله میرسانیم. اگر ما با تاریخ نظر اندازیم، در تاریخ قوم لوط پیامبر علیه السلام صلوات الله علیه، قوم همون گروه انسان ها البته شده بودن، لواطه شده بودن. یعنی لواطه مرد با مرد انشاءالله علاقه کردن میگن. الله سبحانه و تعالی در غضب شد و اون قوم نیست و نابود کرد. همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم درباره انشاءالله این یعنی کاری قبیح، کاری که انشاءالله خدا خواهد گناهی کبیر است، مرد و مرد یک جا شدنش، رسول الله صلی الله علیه وسلم یک چند حدیث های مبارک گفته گستن. قال النبی علیه السلام سبعة لا ينظر إليهم الخالق يوم القيامة ولا يزكيهم ويدخلهم النار. پیامبر بزرگ محمد صلی الله علیه وسلم 7 نفر انسان ها را الله سبحانه و تعالی روز قیامت یعنی خالق به نظر رحمت نگاه نمیکنه است. ولا یزکیهم، و این گروه انسان ها را خدا پاک نمیکنه است، یعنی گناهش نمیبخشد. و یدخلهم النار، و اینها انشاءالله خدا خواهد بازگشت شو و داخل میشدگی مکانشو چی است، یعنی گفتن دوزخ است. یکمش الفاعل و المفعول به، یعنی کننده و کرده شده. یعنی دو مرده که انشاءالله این کاری قبیح، کاری فساد انشاءالله اجرا میکنن، یک جای میشوند، الله سبحانه و تعالی اینا را چیکار به نظر رحمتش نگاه نمیکنه. عزیزان من، اینا هر شب انشاءالله چی هستن؟ ملعون هستن. ابو هریره روایت کردگی حدیثی پیامبر علیه السلام است که ملعون 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 3 مراتب تکرار کردن که من عمل عمل قوم لوطین، کسی که کار عمل میکنه اجرا میکنه آن کاری که اجرا کردن قوم لوط، اینها را 3 مراتب ملعون 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 گفتن. یعنی از رحمت خدا ناامید، از رحمت خدا ناامید، از رحمت خدا ناامید کسانی که این کار میکنن. عزیزان من، باید که انشاءالله توبه کنن، از خدا بترسن و برگردن انشاءالله. خدا مهربان است، این کار نکن. الله سبحانه و تعالی زن برای ما شما بهترین نعمت کرده دادگی است. انشاءالله خاندار شو با نکاح صحیح، خاندار شو و انشاءالله حیات تا انشاءالله خدا خواهد یعنی دوام ده. خود انشاءالله خدا خواهد یعنی در عذاب گرفتار نکن، خود در انشاءالله غضب الله سبحانه و تعالی گرفتار نکن. مثل قوم لوط نشو که الله سبحانه و تعالی جزاش انشاءالله مقرر است. بر بالای قوم امت محمد هم آمدنش ممکن اگر جوانا از این انشاءالله خدا خواهد رهبران به جوانا علاقه، زن به زن علاقه کردن انشاءالله خدا خواهد الله سبحانه و تعالی نگه دارد. عزیزان من، از این کاری بد کراش توبه کن انشاءالله خدا خواهد برگرد. انشاءالله الله مهربان است، خدا خواهد الله بخشنده است. مادامی که این گناه ترک کنی، مبادا خطا کردگی باشی، انشاءالله رو به سوی خدا بیار، توبه کن، گریه کن. الله سبحانه و تعالی انشاءالله مهربان است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.